هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اما ذوالقرنین کیست به عنوان شخصیت؟ خیلی ها رو خیلی زیاده که احتمالاتی دادن که این شخصیت بزرگ الهی کی باشه. یه قول مهمی که تا همین سده 19 بوده اسکندر بوده. انگاری که الان یأجوج و مأجوج بسته شدن و بعداً در آخرالزمان باز میشن. به نظر میرسه که ممکنه از جنیان باشن، از موجودات دیگر غیر انسانی باشن. اینا یهو میبینن تا ما اومدیم زمین رو در اختیار خودمون بگیریم و دیگه حکومت بکنیم، دیگه کار دست ما، قیامت میشه. یعنی کار خلاصه تمام میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان محفلی مشتریان پادکست. این جلسه دوم پادکست حضرت ذوالقرنین، این پادشاه بزرگ، عدلگستر، رعیت پرور به نام حضرت ذوالقرنین. انشالله شاهد باشیم روزگاری که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف بیارن و یک حکومت عدلگستر الهی ربانی، عدلگستر رعیت پرور رو با چشم خودمون شاهد باشیم. خب مطالب مختلفی راجع به حضرت ذوالقرنین گفتیم، البته بحث خیلی بیشتر از این هست، ولی این جلسه یه مقداری همون بحث رو ادامه میدم، بعد به یکی دو تا سواله که به جهت تاریخی ممکنه مهم باشه بپردازیم. یکی این که در سوره مبارکه انبیا وقتی یه ماجرای یأجوج و مأجوج بیان میشه میگه حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، وقتی که یأجوج و مأجوج باز میشن، انگار یأجوج و مأجوج بسته شدن. الان این احتمال رو طبیعتاً درست میکنه که یأجوج و مأجوج اون احتمالات مثل قوم مغول و اینهایی که دادن این نباشه. انگاری که الان یأجوج و مأجوج بسته شدن و بعداً در آخرالزمان باز میشن. به نظر میرسه که ممکنه از جنیان باشن، از موجودات دیگر غیر انسانی باشن، چون که به لحاظ یه مقداری واقعی هم اگر بخوایم بررسی بکنیم، رد کردن سد یأجوج و مأجوج یا سد ذوالقرنین امروز دیگه با هواپیما، با وسایل دیگری ممکنه که از بالای در حقیقت این سد بخوان حرکت بکنن و به این سمت حرکت بکنن. یعنی الان دیگه خیلی شاید موضوعیتی به این معنا که حالا بشه با هلیکوپتری، با هواپیما چیزی از این بالای سد رفت، اینکه حتما بخوان سد رو سوراخ کنن بیان تو، و امروزه شاید با یه وسایل و بمب‌های سنگر شکنی و اینها بشه این سد رو سوراخ کرد به عبارتی. این شاید نکته اصلی داستان رد کردن این سد در موجودات دیگه باشه که این تیکش واقعا جعبه سیاه داستانه و فعلا از قرآن مشخص نیست، ولی اینقدری که مشخصه اینه که حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، یأجوج و مأجوج باز میشن، انگار بسته شدن. ولی این هم هست که وقتی که باز میشن و فکر میکنن که دیگه سراسر عالم رو دارن میگیرن، طبق یک سنت جالبی از خدا میذاره این فواره بره بالا، بعد سرنگونش میکنه. دارد واقترب الوعد الحق فاذا هی شاخصة ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد كنا فی غفلة من هذا بل كنا ظالمین. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا
اینا یهو میبینن تا ما اومدیم زمین رو در اختیار خودمون بگیریم و دیگه حکومت بکنیم، دیگه کار دست ما، قیامت میشه. یعنی کار خلاصه تمام میشه. خدا کلا دشمنا رو میذاره به یک آبادی میرسن، به یک بزرگتری و برتری میرسن تا میخوان استفاده بکنن از این بزرگتری و برتری اونها رو ساقط میکنه. این یک سنت الهیه که در مورد یأجوج و مأجوج هم همین پیاده میشه. اما ذوالقرنین کیست؟ این صاحب 2 شاخ، صاحب 2 پر، این علامت بر اقتداره. همونجوری که الان در تعزیه‌ها می‌بینید 2 پر میذارن رو سرشون، یعنی خیلی مقتدرن، معنی اقتدار میده. و البته معنی این شرق و غرب عالم رو گرفتن هم صاحب این 2 شاخ در حقیقت روی کلاه خود خودش یه 2 شاخی داشته که صاحب این 2 شاخ بودن این رو میرسونن. و اینی که مشرق و مغرب عالم رو، سر و ته عالم رو خلاصه جمع و جور کرده و حاکم بر این عالمه، این توی 2 شاخ بودن یا 2 بال بودن در حقیقت نشون داده میشه. اما ذوالقرنین کیست به عنوان شخصیت؟ خیلی‌ها رو خیلی زیاده که احتمالاتی دادن که این شخصیت بزرگ الهی کی باشه. یه قول مهمی که تا همین سده 19 بوده اسکندر بوده، اسکندر مقدونی. برای همین خیلی وقتا میگفتن سد سکندر. درسته یا نه؟ به نظر میاد که درست نباشه، به دلیل اینکه اسکندر آنچه که در تاریخ از اون نقل شده یه شخصیت غیر موحد سفاکی بوده، در حالی که شخصیت ذوالقرنین یه شخص موحد در حقیقت با رعیت، با عدل، یه همچین شخصیتی بوده. این خیلی این شخصیت به اسکندر نمیخوره. و اما به کی میخوره؟ علامه طباطبایی یه تحقیقی رو دیدند و اون تحقیق از ابوالکلام آزاد، وزیر فرهنگ هند، که ایشون طی تحقیقاتی که کرده آدم باسوادی هم بوده، به این نتیجه رسیده که کوروش هخامنشی همون شخصیت ذوالقرنینه. یک تطابق‌هایی هم برای این قضیه پیدا شده. یعنی وقتی که شخصیت ذوالقرنین و شخصیت کوروش کارهایی که کردن، سفرهایی که کردن دیده شده، اینها با هم دیگه تطبیق کرده. و چون علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان، تفسیر المیزان، این رو یه مقداری صحه گذاشتن، بعد از اون خیلی این مطلب بیشتر هم مورد قبول واقع شده. و اما اون تطابق‌های شخصیتی که میشه داد، یکیش اینه: شخصیتی که به نام کوروش هخامنشی ما داریم بسیار پر از عدالت، رعیت پروری، سخاوت، مروت کوروش در جنگ ها و اینها بر اساس عهد عتیق. مورخانی که مثل هرودوت نقل کردن او رو یک شخصیت بسیار بزرگوار نقل کردن، کوروش کبیر رو. این تطبیق میکنه، میتونه تطبیق کنه با ذوالقرنین. سفرهایی که کوروش انجام میداده به مغرب، به مشرق، برای فتح پایتخت‌ها، برای در حقیقت مقابله با قبایل صحرانشین، برای کار برای اونها، شخصیت کوروش اینجوری نمایش داده شده. این شخصیت به شهادت قرآن که سفرهای زیادی از ذوالقرنین یاد میشه که 3 سفرش رو خود قرآن داره نقل میکنه، این یه مقداری با اون تطبیق میکنه. یه مجسمه سنگی هست از کوروش در مشهد مرغاب یا مرغاب. این پیدا شده. علامه طباطبایی خیلی به این دلبستگی دارن و این رو در حقیقت خیلی مورد مهمی میدونن که در جنوب ایران یه کشفی شده، یه مجسمه‌ای که همین الان همین مجسمه هست. کجا هست حالا بهتون میگم، در اون احتمالی که در اون شهر دربند هست. این مجسمه الان اونجا هست، یک انسانی که 2 شاخ در حقیقت رو کلاه خودش داره و 2 بال داره. این شبیه همین چیزیست که ما برای کوروش اینو نقل کردن، این شبیه همین چیزی که برای حضرت ذوالقرنین وجود داره. این قوچهای 2 شاخ یا انسان 2 شاخ، اینها که رو کلاه خودش هست، یه مقداری ذهن علامه طباطبایی به این سمت برده. شاید هم درست باشه. یه مطلبی که شاید از همه مطالب مهمتره و اون این است که اون چیزی که در کتب مقدس یهودیان آمده، از کتاب دانیال، از خود تورات، فصول مختلف تورات، اون چیزی که آمده به یه 2 شاخی اشاره شده راجع به
که یک پادشاهی از منطقه فارس در حقیقت قیام خواهد کرد و این در رؤیاهای کتابهای مقدس آمده و بعدش این چند سالی نگذشته که کوروش ظهور کرده. از آنجایی که این سوالهایی که از پیغمبر کردن اینا یهودیا کردن این سوالها رو، این مهمه که بدونیم یهودیا چه تصوری داشتن از ذوالقرنین. یهودیا تصوری که از ذوالقرنین داشتن کوروش بوده و اون موقع است که خب این ذوالقرنین احتمالی که کوروش باشه هست. ضمن این که باز دوباره یکی از کارهایی که کوروش کرده، کوروش هخامنشی که یه ساخته سد آهنینی انجام داده روی تنگه‌ای. این در حقیقت تاریخ خود کوروش هخامنشی هست. به درخواست اهالی اونجا یک سد اینجوری ساخته که این باز دوباره این بحث سدسازی کوروش یه مقدار او رو به شخصیت ذوالقرنین نزدیک میکنه. لذا به نظر میرسه، البته این بحث قرآنی نیست، ولی از اونجایی که ما ایرانی‌ها به خصوص یه دلبستگی داریم به کوروش، بحث شیراز و بحث کوروش هخامنشی و اینها دلبستگی داریم، برامون شاید اینی که قوم فارس قومی است که عدالت جهانی رو لااقل در روزگاری این کار رو کرده، این برای ما جای افتخار داره. و اگه کوروش هخامنشی همون ذوالقرنین باشه، ما به عنوان یک قومی که میتوانیم به او افتخار بکنیم، برای ما جای افتخار باقی میمانه. لذا این نکته اول که کوروش هخامنشی احتمالاً همون ذوالقرنین است و ذوالقرنین همون کوروش هخامنشی. البته گفتم داستان ذوالقرنین داستانی است که ما رو به جریان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هم وصل میکنه. و اما این سد کجاست؟ این سد باز داره احتمالاتی برش داده شده. مثلا دیوار چین گفتن، این احتمال غلطیه، چون که دیوار چین جنسش همین آجر معمولیه و یک ساخت معمولی آجریه. این دیوار چین همچین چیزی نمیتونه باشه. یه سدی گفته بودن که در یمنه، این ممکنه اون سدی باشه که در یمن باشه. این هم احتمال درست نیست، چون که این سد آبگیری کشاورزی بود، ضمن که بین رفته و ما دانستیم در قسمت اول پادکست که اگر بین رفته باشه اساساً این دیگه اون سد نیست، اون سد تا زمان قیامت و قبل از قیامت این سد باقی خواهد ماند. و اما یه چیز دیگه، سد دیگه وجود داره که احتمالش بالاست و اون سد در منطقه دربند روسیه است که اسمش هم باز فارسی هست. اسم اون شهر اسم فارسی داره، با اینکه اون شهر فارسی نیستن توش، ولی یه همچین اسمی داره. اسم دیگرش هست باب. اونجا لوحایی هست، دیواری هم که هست به همین شیوهی که قرآن گفته. دیواری است ترکیب آهنی مسی که در بخش‌های از این دیوار آهن و مس به کار رفته. البته روش رو باز دوره با آجر اینها گرفتن، ولی جنس مغز و جنس وسط خود این سد و این دیواری که هست یک جنس آهنی مسی داره. آهنی با روکش مسی یا آهنی مسی. بجد یه سد اینجوری هست در منطقه دربند در داغستان روسیه و یه روایتی هم ما داریم از قضا در منابع رواییمون که از امام کاظم علیه السلام در جلد 12 صفحه 196، البته از قصص انبیاست، اسود ابن رزین قاضی میگه من خدمت امام کاظم علیه السلام رسیدم ولم یکن رعانی، اصلا حضرت تعالی من ندیده بودن. فقال من اهل السد انت، میگن از اهل سدی؟ من میگم من از اهل بابم، یعنی میخواد میگن از اون شهر دربندم. فقال الثانیه من اهل السد انت، یه بار دیگه حضرت میگن که از اهل سدی؟ قلت من اهل الباب، میگن که من از اهل همون شهر دربندم دیگه، اهل همون بابم، اهل شهر دربند. قال من اهل السد، یعنی میگه خب از اهل سدی دیگه، یعنی خب همون شهر دربند همونی که این سد توشه دیگه. میگه قلت نعم، میگه بله. قال ذلک السد الذی عمله ذوالقرنین، میگه همون سدی که ذوالقرنین اونجا بنا کرد، من از اهل همون سدم، یعنی از همون شهر باب یا دربندم که در حقیقت متعلق به اون سد. از اینجا هست که این احتمال باز دوره تقویت میشه که این سدی است که در
منطقه دربند داغستان روسیه هست. پس اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم، حضرت ذوالقرنینی داریم، عدالت گستر، رعیت پرور، سخاوتمند، که پیامبر نیست ولی منطقه جهانی داره و اعتبار جهانی داره. احتمال زیاد کوروش هخامنشیه، برعکس اینکه بعضی میخوان کوروش هخامنشی رو یه فرد ایرانی صرفه که گاهی اوقات لاابالیگری هم تو کاراش هست و میشه همچین نسبتایی هم داد. یه چیزی شبیه پیغمبره این کوروش هخامنشی و قابلیت افتخار داره برای جامعه ایرانی، جامعه مؤمن ایرانی. و اون موقع این سدی هم که بنا شده، سدی است که در منطقه داغستان روسیه هست. مطالب حضرت ذوالقرنین خیلی بیش از این حرفاست. خود آیات رو من خواهش میکنم به جهت تفسیری، اون آیاتی که از سوره مبارکه کهف هست از آیه 82 به بعد، این آیات رو حتما تفسیرش رو ببینید. مطالب مهمی در این آیات هست. انشالله که مجدد عرض میکنم، انشالله که شاهد حکومت جهانی حضرت مهدی باشیم. دم همتون گرم. التماس دعا یا علی.